اینجا شهر سقزه که یه همچی دشتی کنار خونه هاشون هست و چه فضای زیبایی دارن خونه ها که از بالکن خونهشون این دشت رو نگاه میکنه. هوا تمیز، عالی، فوق‌العاده. اینجا بازار بزرگ سقزه که اومدیم از خیابوناش محل تاریخی و بازارش دیدن کنیم. بریم مسجد دو مناره رو بریم. درسته؟ خیابون آزادی بود یا بود؟ نه، خیابون آزاد. مسجد شیخ مظهر. مسجد شیخ مظهر. شیخ مظهر. شیخ مظهر. آقا تا مال چه دوره؟ فیلم بگیر بابا. مال دوره چیه؟ مزاریه. خب بفهم از چه دوره؟ دولش نگاه نکردم. تابلوش دوره قاجاریه؟ موزه قاجار میره. قاجاری میره فنی. دوره فنی تابلو تابلو فنی بود. آیه قاجاری. آره قاجاری میشه. تابلو مال دوره قاجار بود این مسجد که تو شهر سقز هست. با اجازه. موندم پای باز بزار. عزیزم اینجا مسجد دو مناره از شهرستان سقز. اجازه بگی. ببخشید. میشه فیلم بگی؟ ولی خب این اون قشنگ مالی چه دوره هست؟ دوره خالی نادرشاه افشار اواخر افشاریه. یعنی چند سال قدم است؟ 350 سال. با چوب بوده همونطور؟ نه قبل درستش کرده واسه سخت ولی ستون و دیواره کرده. ولی سقفش چوبی نبوده؟ چرا؟ بوده؟ همینطور بوده؟ نه چوبی بود. ها از اون تیر چوبی بوده؟ اینجا حدود 350 سال قدمت داره. ببخشید. اینم یکی دیگه از پارک های شهر سقزه، اسمش پارک کوثر و این رودخونه رو داره وسط پارک، یعنی دو طرفش پارک. پارک تپه‌ایه. بله. ببینید درختان بید چقدر قشنگ.
واقعا پله داره. ببینی پلاش زیاده. ما داریم میریم بالا. کجا داریم؟ اینجا توی این تنورا بلال درست میکنن که با پوست بخار پزش میکنن، بعد در میاره و دونش میکنن. اون دونه های ذرت رو میریزه تو ظرف و بخار چپنی 2 مرتبه میره تو تنور. با پوسته. با پوسته. آره دیگه با پوست میذارم. حالت بخار پس با سنگی. دو بلاری کم بود دیگه بلال بود. چی درست کنی؟ بذار ببینیم هر چی شکل. نه هر بس کوا. انا کارو با اون دادی بود کارو کنه. این باره ده. اینجوری بکنم. اینجوری بکنم خوشمزه است. اینجوری خوشمزه. اینجوری بکنم. نه آره اینجوری. سس میزنه؟ سس میزنه؟ اینجا هم پارک سقزه، یه پارک خیلی بزرگ که اسمش هست پارک شهر یا کردی یا پارک کردی. ببینین چقدر بزرگه. اومدیم ببینیم اینجا اگه بقیه هم چادر زدن کم کردن ما هم پیششون بمون، اگه هم که نه که بریم یه پارک دیگه پیدا کنیم. آره بیا اومدیم بانه و این بازار بانه است. اومدیم یه کمی هم بازار گردی کنیم. بازارگردی چطوره؟ فقط بگرد نمیشه خرید. چرا؟ ما که قیمت ها سخت قیمت ها نجومی بالا. اینقدر همه چیز هست ولی گرونه، اصلا هیچی تو بازار خلوت.
مردم توان خرید نداره. اومدیم اینجا برای ناهار. نوشه بزنش. اینجا شهر سنندجه و اینم پارک آبی دره. ما دیشب اینجا خوابیده بودیم. همه هنوز خوابیدن تو چادرشون. اینم از چادر ما که دیشب اینجا خوابیدیم و الان بیدار شدیم که صبحونه بخوریم و با این فضای قشنگ روبرو شدیم. و اینم از شهرشون که از بام سنندج مشخص. ما هم صبحونمون رو بخوریم و راهی شهرمون بشیم. تو جاده هستیم و به سمت شهرمون در حرکتیم. سفر خیلی خوب و جذابی بود. از جاهای زیادی دیدن کردیم، لذت بردیم، فوق‌العاده زیبا بود. از اینکه تو طول سفر مرا همراهی کردین خیلی خیلی سپاسگزارم و از شما میخوام که حتما برین دیدن کنین.